اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز شنبه. پس از زلزله اخیر در افغانستان روز گذشته 38.5 تن کمک امارات متحده عربی که شامل مواد غذایی، البسه و دوا می باشد به کابل رسیده است و به معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء سپرده شده است. وزارت صنعت و تجارت می گوید سال گذشته محصولات افغانستان به کشورهای هند، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، امارات متحده عربی، چین، ایران، عراق، ترکیه و قزاقستان صادر شده است. شیخ عبدالحکیم شرعی رئیس کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها می‌گوید مسئولیت خودش را با جدیت و قاطعیت انجام می‌دهیم و زمین‌های غصب شده را از چنگ غاصبین آزاد می‌نماییم. وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور ترویج فرهنگ مطالعه نمایشگاه 3 روزه قرائت قرآن کریم و کتابخوانی را در منطقه کوتی سنگی کابل افتتاح کرده است. نیروهای مجاهد امنیتی طی یک سلسله عملیات ویژه در مزار شریف مرکزی ولایت بلخ یک تاجر را از چنگ آدمربایان نجات دادند. 15 کودک دیگر که از بیماری قلبی رنج می‌بردند امروز توسط هلال احمر افغانی برای تداوی به یکی از شفاخانه‌های کابل معرفی شدند. در 8 ماه گذشته 812 کودک توسط هلال احمر افغانی به شفاخانه‌های مختلف کابل معرفی شدند که هزینه تداوی این بیماران بر عهده هلال احمر افغانی میباشند. در هفته گذشته از تاریخ 4 الی 10 حمل از طریق خطوط آهن افغانستان 125104 تن متریک انتقالات صورت گرفته است. سخنگوی اداره ملی غذا و دوا میگوید در حال حاضر 15 قلم دوا از سوی کمپانی‌های افغانی در کشور تولید می‌شوند. در شفاخانه تدریسی پهنتون شیخ زاهد خوست ماشین‌های تکنولوژی جدید MRI و CT اسکن فعال شدند. مسئولین صحی میگویند با فعال شدن این ماشین‌ها سهولت زیادی به بیماران فراهم خواهند شد.